های غیب 5 چیز است و جز خدا الله سبحانه و تعالی کسی آنها رو نمیدوند. جز اول خدا کسی از آن چی در رحم است، یعنی در شکم ولی که خانم معامله میشه در شکم است، درست جز کسی نمیفهمد. جز دوم از خدا کسی از آن چی فردا اتفاق مثل با هر چیزی که میشه با معلوم نیست چی. پس ما میرم تاکید میکنم که یک ساعت بعد 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد حتی من نمیفهمم، مثلا در موتر بشینم برم شاید اکسیدنت شود، از این خبر ندارم. جز سوم خدا کسی نمیدونه چی زمان باران میبارد. چهارم جز خدا کسی نمیدونه کجا میمیرد. 100% همین جای خود در جای خواب باشم، در موتر باشم، سر کار باشم، نان خوردن باشم یا در جای خوشی باشه، در اونجا شاید دوباره معلوم نیست. این 100% نمیگم. پنجم جز خدا کسی نمیدونه چی زمان قیامت برپا میشه یا معلوم نیست، هیچ کس نیست. برادر ما چند مسئله را گفتن. در یک حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که 5 چیز از جمله غیب هست که کسی جز الله متعال اونها را نمیدونه. یکی از مسائلش گفتن جنسیت. 73 79 را که شما میگین در صحیح البخاری درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این 5 مسئله را میگه که از جمله مسائلی است که الله متعال میدونه که شما 2 دانش فقط پرسیدین. یکی مسئله داخل رحم را پرسیدین که جنسیت را کی میدونه. دوم مسئله باران را پرسیدین. دوم مسئله تغییر و تضاد را بگوییم در رحم ها که الله متعال در سوره 13 و 8 این مسئله را بیان میکنه که آنچه رحم ها کم میکنن و آنچه رحم ها زیاد میکنن. الله یعلم ما تحمل کل انثى. الله متعال میداند آنچه را حمل میکند یا انتقال میدهد هر مؤنثی. وقتی اینجا میگه هر مؤنثی تنها اینجا هدف انسان نیست، یعنی هر مؤنثی. گو مؤنث چی از انسان باشه، چی از حیوان باشه، چی از پرنده باشه، چی از گزنده باشه، هر چیزی مؤنثی. حتی شما میفهمین که در جهان بی‌نهایت کوچکی ها ما هم مؤنث مذکر داریم. پس بنابراین وقتی الله متعال میگه الله یعلم ما تحمل کل انثى، الله میداند آنچه را حمل میکند مؤنث ها، هیچ کسی بجز از الله متعال نمیداند که اون مؤنث چرا حمل میکند. آیا اون چیزی که اون حمل میکند درست است؟ اون چیزی که اون حمل میکند مریض هست، سالم هست، سالم نیست؟ اون چیزی که اون حمل میکنه مذکر هست، مؤنث هست؟ ما از علم طب امروز فقط میتونیم که به انسان پی ببریم، بالاخره به انسان پی ببریم، یکم با معاینه هایی که انجام میدیم و دوم اون به انسان چه زمان بعد از این که تعیین جنسیت شده باشه میتونیم ما فهمیم که این جنسیتش چه هست. یعنی قبل از اون در حالت نطفه ما نمیفهمیم، ولی الله متعال حتی در حالت نطفه جنسیت را میفهمه. حتی در حالت نطفه، در حالت علقه، در حالت مضغه که فکر کنین ساعات اولیه تعامل اسپرم و اوم هست، الله متعال میگه الله یعلم ما تحمل کل انثى. من اون زمان هم میدانم که علم تا اونجا پیش نرفته و اینها رو نمیدونه. و دوم علم بعد از یک مدت زمانی که خوب رشد و پیشرفت این طفل زیاد شد بچه میدونه. دوم مسئله هست که شما گفتین که کم شدن و زیاد شدن داخل رحم. عمر انسان داخل رحم هست، عمر انسان کم میشه، روزی انسان هر روز کم میشه، ولی جسم انسان زیاد شده میره، یا چهره انسان یا میبینین صورت انسان یا هم بدن انسان اینها زیاد میشه که این هم 2 بحث مادی و معنوی هست. و سوم استاد فرید اشاره کردن اگر طفل میمیره یا تناقض پیدا میکنه یا هم کروموزوم ها یک حالتی برشان به وجود میآید، بالاخره تمام مسائل الله متعال از همون اول کل مسائل رو میدونه. دوم مسئله گفتن مسئله باران که حالا هدفشون بود که یعنی الان علمم میفهمه باران چی هست. ببینید علم احتمال هست محترم، آن چیزی که علم تعیین میکنه یا تکنیک و تخنیک تعیین میکنه او را 100% تعیین کرده نمیتونه. بارها ما شاهد بودیم که گفتین فردا در فلان جا باران میشه، باران نشده. بارها ما شاهد بودیم گفته فردا اینجا آفتابی است، آفتابی نبوده. پس آن چی علم میکنه در اثر یک احتمال میسنجه. نظر به بحث احتمالات در ریاضی شما مطالعه بکنین، نظر به بحث احتمال سنجی یعنی 80% احتمال داره یا 70% احتمال داره یا 90% احتمال داره. ولی آنچه را الله متعال میگه که من میفهمم 100% الله متعال چون تسلط کامل داره و دست خودش هست میفهمه که این کار را انجام بتونم یا این کار را انجام نتونم. تصمیم گیرنده خودش هست، اراده به دست خودش هست و تمام کار را خودش انجام میده و 100% میفهمه. تفاوت علم با الله متعال هست
که انسان و علم احتمالی است ولی الله متعال 100% دقیق بیان میکنه. امیدوارم پاسخ سوال واضح شده باشه.